شما کل دعاهای پیغمبرا را عقیدهتان از قرآن بگیرین، کل دعاهای پیغمبرا را سائل کنین. ما متاسفانه میریم دعای دیگر از دلیل میگیریم. اکثرا ما که مشکل ما پیدا میشه، او کسی که جر بحث میکنه نمیگه قرآن بانه که بیاین که دعا را از قرآن بگیریم، میگه نه دعای فلانی شیخ، دعای فلانی آل او شیخ یا او فلانی را من چی کنم؟ عقیده خو اینه، کتاب عقیده که الله را حفظ کرده و بر ما روان کرده. در این کتاب ببین که آیا کدام پیغمبری بغیر از اللهم یا کدام دعای بغیر از این هست؟ اللهم و یا ربنا، پروردگار ما. المشکل ما در این نقطه هست و مشکل اکثریت مردم که 70 چند گروه میشه و کلش داتش دوزخ میره، به خاطر از اینکه قرآن در طاق بلند اونجا سر دروازه خود نصب کرده و هیچ وقت قرآن نمیخونه. قرآن کتاب عقیده هست، پیش ما و شما کتاب اسقاط است. قرآن کتاب زندگی هست، ما میگیم نه کتاب مرده ها هست. قرآن کتابی است که در خانه گذاشته شده، اون ما میبریم میگیم نه در زیارت بانی میشه. قرآن کتابی است که باید یک پوش داشته باشه و فوراً باز کنی هر روزه بخوانی، میگیم نه قرآن باید هیچ دست نخورده و همونطور خوب صفا ستره و با خط طلایی نوشته شود و سر دروازه گذاشته شود یا در یک جای بلند گذاشته شود. پس این قرآن به این اسلوبی که ما از قرآن استفاده میکنیم آیا میتونیم هدایت شویم؟ از این خاطر مشکل است.